در رابطه با سردردهای میگرنی هم خیلی سوال داشتیم آقای دکتر. اگر بخوایم تکرار کنیم، سردرد میگرنی از دیدگاه طب سنتی به 4 دسته بزرگ تقسیم میشه که یک دستش سردرد صفراوی است که درد از پیشونی شروع میشه، از جلوی سر شروع میشه، موقع گرما تشدید میشه یا هنگام استشمام بوهای گرم، عطرهای گرم تشدید میشه، کل پیشانی و چشم رو میگیره و سر رو میگیره. این سردرد گرم ترقی میشه و عمرش 30 سال هست توی بدن. با حجامت عام خوردن خوراکی ها آرامش پیدا میکنه، مثل همون خوراک سرکنجبیل، خوراک شربت مثلا آب زرشک، این آرام بخش و درمان کنندش هست. سردرد دیگری هستش که باز درد از پیشونی شروع میشه، کل سر رو میگیره، نبض داره طرفین سر و موقع گرما باز تشدید میشه، موقع عصبانیت تشدید میشه، موقع استشمام بوهای گرم تشدید میشه. این سردرد میگرنی دموی گفته میشه. این 2 مرحله حجامت عام، 1 مرحله حجامت سر که از این ناحیه گرفته میشه درمانش هست. یه دوره 4 ماه طول درمان سردرد میگرنی گرم است. این هم باز طول دردش 30 ساله است که میگم 50 سالگی خوب میشه، به خاطر اینکه در سن 50 سالگی انسان رو به سردی میره به طور طبیعی، این به آروم خوب. بله، ولی اگه بخوایم درمان طب سنتی اینجوری. اما سردرد میگرنی سومی هستش که درد از پشت سر شروع میشه، از گردن، از کتف شروع میشه، به تدریج میاد کل سر رو میگیره. این از این حوالی؟ بله. این سردرد در هنگام سردی، هنگام استرس درد تشدید میشه، برعکس با استشمام بوهای گرم آرامش پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه، با خوراک گرمی ها بهبود پیدا میکنه. این سردرد ممکن استش که با حالت تهوع همراه باشه، به خصوص اگر غذای سردمزاجی خورده باشن. اینو سردرد بهش میگیم سردرد میگرنی سر که در زنان بیشتره، طول ماندگاریش در بدن هم خیلی بیشتر از 30 ساله. هرچی سن بیشتر بره بیشتر بشه این سردرد بیشتر است. این با حجامت گرم کسب، یعنی بادکش کسب، نه حجامت خونگیری، به تکرار 7 تا 14 جلسه، خوراک گرمی ها، اگر زن باشه عرق رازنه با عسل، عرق نعنا با عسل، ارده با شیره انگور و استشمام بوهای گرم و موقت فوری بخواد مالیدن اسانس نعنا روی پیشونی و روغن کنجد روی ملاج است. سردرد 4می هست که این سردرد میگرنی سرد و خشک است، سردرد سوداوی. این درد رو کل سر رو میگیره، مثل یک قالبی کل سر رو تحت فشار شدید قرار میده. این سردرد خیلی شدید هست. این سردرد با مالش پا، ماساژ پا از پنجه ها به طرف مچ و ساق، ماساژ سر، خوراک سرکنجبین، حجامت عام پس از 2 هفته بعد از ماساژ و حجامت گرم کتف همینطور به تکرار، و بعد حجامت سر، یعنی 2 مرحله حجامت عام، حجامت سوم حجامت سر که این مراحلش هر ماه 1 بار اتفاق میفته. احتمالاً نیاز داشته باشه به این که حجامت از پشت گوش گرفته بشه. در این صورت با در امتداد این درد، در این فواصل بایستی با ماساژ سر، با شونه کردن شانه های زبر و رسای زبر روی سر و ماساژ پا خودشون درمان. به هر حال همه نوع سردردها با ماساژ پا آرام میشن. آرام بخش میتونه ماساژ پا باشه. اینها رو 4 نوعش رو سردرد میگرنی تعریف میکنیم. اما 24 نوع سردرد دیگه در طب سنتی تعریف میشه. 24 نوع؟ بله، در مجموع میشه 28 نوع سردرد که این نوع سردردهای مختلفی هستن. بعضیشون در اثر گرسنگی پدید میاد، در اثر بیخوابی پدید میاد، پرخوابی پدید میاد. اینها رو معمولا سردرد میگرنی میگن. یه نوع سردرد است. با اینها هر کدام درمانهای دیگری، سردرد بیماری، سردرد تب، سردرد عشق، این چیزایی هستش که باید تعریف بشه. معمولا این نوع 4 دردهاش ویژگی‌هاش با سردرد میگرنی همخوانی داره که مراقب سلامتی خود باشید.